همدیوران عزیز پیمان رو باز یک مرتبه میکنیم. این دفعه ما اکسپریمنت میکنیم پیمان رو با چوبش میمونیم. یعنی که ما پیمان رو بریده گرفتیم، چوب رو از تنش نمیکنیم و پیمان میکنیم. اگه قپیت شما نشون همینجا و در یادمون میگیریم که همینجا پیمان با چوبش بود. این طرف کنیم. برای چی این طرف کردم من باید پیوند ما گرفتم پس قسمی بیرون براید. با چوبش آسان تر است لیکن نهایت کم موندم چوبش رو. من فکر میکنم که با همین چوبش هم وزن میگیرد. با چوبش مول و مول نمیکنید. رفت خودش. با چوبش درجه اولیشت. با چوبش هم کردن گرد به پرو میگیرد خدا خواهد. نظر من کیون کرده گرفتم رو میپیچونم. لیکن چوبش رو کم ترک مونید بسیار چوب نمونید. برای که چوبش رو گرفتن مول و مولی بسیار دارد کم ترک مونید می شود. این پیوند رو ببینید که درجه اولی پیوند شد. بهای 5 نه 6 شد. عزیز این کلونکه پروفسیونالی است برای پیوند با من از گروه پیوندگر تحفه کرد بیلول. بسیار قلای است. همدیوران عزیز پیوندی ما تمام شد. باز بهش ما نشون میدیم که ماه فوریه آخرش ما اینجا میبرم پیوند رو میکشایم. نخونم قطعا خم میکنم میبینم که سبز اینجا میبرم و از اینجا کلان میشود. این گلاس زرد بود، من گلاس زرد رو نمیخوام. در تن از 4 دونه پیوند کردم گلاس سیاه. گلاسی گفتم که 27 سومونی فروخته بود از صاحبش کیلوش رو. انا همدیوران عزیز اینم بود پیوندی گلاس. در پناه خدا باشد با گروه انگور و باغ باشد.